چرا به پرسپولیس میگن پرسپولیس؟ سال 42 علی عبدو که مالک بولینگ عبدو بوده باشگاه پرسپولیس رو تأسیس میکنه. چرا اصلا گذاشت پرسپولیس؟ برای اینکه اشاره کنه به شکوه هخامنشی‌ها و مخصوصا تخت جمشید. معنی کلمه پرسپولیس چیه؟ این خیلی باحاله. اول اینکه ریشه کلمه یونانیه و از دو تا بخش تشکیل شده. پرسه به معنای پارسه یا پارسیان و پلیس هم به معنای شهر. اسم باشگاه پرسپولیس میمونه تا میرسیم به بعد از انقلاب و سال 60. یه عده میگن که آقا اسم پرسپولیس از زمان طاغوت مونده و باید عوض بشه. یه عده میگن خب چی بذاریم؟ میگن بذاریم چمران، چون مصطفی چمران تازه شهید شده بوده. وقتی خبرش میرسه که میخوان اسم پرسپولیس رو بذارن چمران، بازیکنای پرسپولیس تو بازی هفته 4 جلوی بانک ملی اصلا بازی نمیکنن. بازی رو 3-0 میبازن و همین باعث میشه که اسم پرسپولیس بمونه. تو دیمای 65 بنیاد مستضعفان که مالک باشگاه بوده یه فشار باشگاه میاره، میگه آقا اسمت عوض کن بذار آزادی. حالا چرا آزادی؟ چون که باشگاه تاج اسمش تبدیل شده بود به استقلال، باشگاه پرسپولیس هم میشد آزادی و اینجوری استقلال آزادی و اسمشون حال و هوای شعارهای اوایل انقلاب هم گرفت. اما اینجاشو خوب گوش کن. محمود خردبین که سرپرست باشگاه پرسپولیس بوده تهدید میکنه که با اسم آزادی تو هیچ مسابقه‌ای بازی نمیکنه و باز هم اسم باشگاه پرسپولیس باقی میمونه تا میرسیم به زمستون سال 65. تو زمستون 65 انقدر این فشارهای بیرونی زیاد بوده که سازمان تربیت بدنی میاد با بزرگای باشگاه پرسپولیس و پیشکسوتاش مشورت میکنه و در نهایت اسم پیروزی رو براش انتخاب میکنن. از زمستون سال 65 تا 26 سال بعدش اسم باشگاه پیروزی میشه. اما سال 91 بعد از کلی کلنجار رفتن، کلی دعوا مرافع، اسم باشگاه دوباره تبدیل میشه به پرسپولیس. قصه پرسپولیس برای خودم جالب بود.